الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که در مسجدی که قبر هست یا که در نزدیکی مسجد قبر است، در طرف چپ یا راست یا در پیشش، آیا در چنین مساجدها نماز خواندن جایز هست؟ بارک الله فیکم. در حقیقت امروز به سبب جهل و دور ماندن از دین در بین مسلمان ها این چنین مساجد به نهایت منتشر شده است که در گرد و اطراف مسجد یا که در درون یا که در پیش مسجد قبر وجود دارد. این همه به سبب جهل است و دور ماندن از دین است و از عقیده صحیح سلف امت است. پس در بسیاری شهرهای مسلمان نشین دیده می شود که در بالای قبر مسجد بنا کرده شده است و در بسیار حالت این چنین مشاهده هم میکنیم که بعضی از انسانها که خود را مسلمان مینامند سفر میکنند برای زیارت مسجد به خاطر همان قبر. مثلا در ازبکستان بعضی از قبرها بود که در پهلویش یا در بالایش مسجد گذاشتند یا مقبره ساختند که بعضی مردم در گرد این مقبره ها عبادت میکنند. یا که در تاجیکستان نظر بکنید به قبرهای بعضی ایشان یا که قبرهای و غیره که مقبره بنا کرده اند و در گرد و اطرافش مردم نماز میخوانند. اولا میگویم که به بالای قبر بنا کردن مقبره، بنا کردن چیز این مطلقاً حرام است و این به اجماع علما است و به خصوص بنا کردن مسجد، چرا که تمام علمای اهل سنت و الجماعت اجماع نموده اند که بنا کردن بر بالای قبرها این حرام است. به این گفتمان دلالت می کند حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته اند: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. حديث صحيح است، حدیث صحیح است. امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح مسلم تخریج کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند البته پیش از شما بوده انسانها از اهل کتاب یهود و نصارا قبرهای پیامبرانشان را و انسانهای صالحانشان را مسجد گرفتند، مسجد قرار دادند، به بالای قبر بنا کردند و مقبره و مسجدها ساختند. آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید، به بالای قبر بنا نسازید. اینی انهاکم عن ذلک، البته من شما را از این عمل منع میکنم، نهی میکنم. این حدیثی 100% صحیح، آشکار و روشن، یعنی نص ظاهر دلالت میکند که به بالای قبر مسجد بنا کردن حرام است. و حدیث دومی که عایشه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم البته از واقعه نقل نموده اند که این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند که زمانی که ام حبیبه و ام سلمه کنیسه هایی که در شام دیدند، در حبشه دیدند، کنیسه هایی که در هجرت به سوی حبشه رفتند و بعد از بازگشتن به رسول الله از دیده اشان، از مشهدشان نقل نمودند که نص حدیث چنین است که ان عائشه رضی الله عنها ان ام حبیبه و ام سلمه ذكرتا كنيسه رأينها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حبیبه و سلمه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کنیسه هایی که یعنی اون خانه هایی که معبدایی که اهل کتاب در اون عبادت میکردند از حبشه اون چیزی که در حبشه دیدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند از اون رسم هایی که در این کنیسه ها بود. عادتا در حقیقت اهل کتاب رو وقتی که نظر میکنید خصوصا نصارا وقتی که به کنیسه های اونها نظر میکنید درونش پر از رسم هاست، رسمی گویا که خداهای اونهاست، الههای اونهاست از عیسی و مریم و غیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن گفتند اگر در این اهل کتاب یگان مرد صالح وفات بکند به بالای قبرش مسجد میسازند. یعنی اهل کتاب همون خیلی آدم هایی هستند که وقتی که یگان آدم صالح یگان آدم خوبشان از نظر اونها وفات کرد به بالای قبرش مسجد میسازند و صورت های این انسان را در درون این مسجد میکشند. پس میگن اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه و انمین مردم در روز قیامت بدترین مردم در نزد الله هستند. یعنی کسی که به بالای یک قبر مسجد می سازد با قبر رسم ها می کشد در نزد الله بدترین انسان است. حدیث متفق علیه است. امام شوکانی رحمه الله میگند اعلم انه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم واولهم واخرهم من لدن الصحابه رضی الله عنهم الى هذا الوقت. یعنی بدون که البته تمام مردم اتفاق نمودند پیشگذشتگاه و امروزه ها و اولشان و آخرشان و به جمله صحابگان رضی الله عنهم حتی امروز أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من بدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها. برداشتن قبرها یعنی قبرها را بلند کرده ساختن که امروز این بدعت به نهایت رفشن شده است. قبرها را بلند کرده یعنی خوکش رو بلند کردن یا که به بالای قبرها چیزی ساختن و بنا کردن بر بالای قبر مقبره یا چیزی دیگری، این بدعت از یکی از بدعت های است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نهایت در این مسئله وعید سخت دادند. یعنی این مسئله رو منع کردند و به حدیث های صحیح ثابت شده است که کننده این عمل رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وعیدهای سخت وعده دادند و مردم را از این عمل نهی کردند، چگونه که بیانش به شما ذکر کرد و گذشته شد. و یگان نفر از مسلمین به این سخن به همین گفته ما مخالف نبرآمده است و این سخن امام شوکانی در شرح الصدور صفحه 8 ذکر شده است. و این چنین تمام علما اجماع نمودند، علمای اهل سنت و الجماعت، که به سوی این قبرها برای قصد نماز کردن، برای دعا کردن و برای طلبیدن چیز سفر کردن حرام است. قصد سفر به خاطر دعای نماز و غیره به سوی این قبرها حرام است. یعنی برای تبرک یا که اعتقاد کردن به این که در نزد این قبرها مثلا نماز خونید نماز شما افضل است و غیر ذلک از اعتقادهای باطلی که است حرام است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند در مجموعه الفتاوا ذکر شده است که میگن لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، جایز نیست که قبرها را ما مسجد بگیریم. فرق ندارد که این قبری باشد که بر بالای این قبر مسجد گذاشته باشد یا که به خاطر نماز خواندن ساخته باشد یا که به بالای قبر به خاطر مسجد نه به خاطر نماز خواندن نه همچون یک مقبره زیبایی کرده باشد، همه اش حرام است. بلکه میگن تمام امام های دین اتفاق کرده اند که به بالای قبر بنا کردن، خواه برای زیبایی، خواه برای مقبره، خواه برای مسجد، خواه برای زیارت، خواه برای غیره، همه اش حرام است و از این نهی نمودند، اتفاق کردند. و هیچ کس حق ندارد که به یک طرف قبر سفر بکند به خاطر ادا کردن نماز. بارک الله فیکم. پس این قول ابن تیمیه رحمه الله بود. و این چنین ما حالا مسئله رو ذکر کردیم که به بالای قبر مسجد ساختن حرام است. این چنین علما اتفاق میکنند که به درون مسجد یک کسی را گذاشتن و دفن کردن حرام است. هیچ کسی حق ندارد که به درون مسجد کسی را دفن کند،
قبر سازد. برای همین علما میگویند اگر مسجد به بالای قبر ساخته شده باشد مسجد را نابود میکنیم و اگر قبر به درون مسجد ساخته شده باشد قبر را نابود میکنیم. یعنی کدامش اول ساخته شده باشد این می ایستد، اما کدامش که بعد از اول ساخته شده باشد این را نابود میکنیم. مثلا در یک جای قبر بود، به بالای قبر آوردند و مقبره را ساختند، اولینش قبر بود، پس مسجد را نابود میکنیم. و اگر مسجد بود، اول مسجد بود، به درون مسجد آوردند و ایشان اولیای کسی را صالحه را دفن کردند، در این حالت قبر را نابود میکنیم. قبر را میگیریم، مرده را از درونش میگیریم و این انسان را، جسم مرده را میبریم به قبرستان، یک قبری عادی که بلندیش یک وجب باشد دفن میکنیم. خیلی که قبرهای صحابگان رضی الله عنهم و بهترین امت در مسجد البقیع همین طور است، در مکه هم همین طور است. سید الشهدا قبر حمزه رضی الله عنه وقتی که نظر میکنید در نزد کوی احد همین طور است. یعنی قبر از زمین یک وجب هم بلند نیست، یا که یک وجب است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث گفتند قبر باید شیبر باشد. پس این امر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. پس قبر را بلند کردن، به بالای قبر بنا کردن، مسجد ساختن حرام است. و آیا در این مسجد هایی که در درونش قبر هست نماز خواندن جایز است یا نیست؟ البته در این مسجد ها نماز خواندن جایز نیست، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح به من و شما امر کردن که ولا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیهم، به سوی قبر نماز نخوانید یا در نزد قبر نماز نخوانید و به نزد قبر ننشینید. یعنی امروز رفته به زیارت قبرها رفته نشستن هم جایز نیست، مخالف امر رسول اکرم صلی الله علیه و آله. و این چنین به سوی قبرها نماز خواندن، در نزد قبرها نماز خواندن، در مسجدی که قبرش هست نماز خواندن حرام است، جایز نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را منع کردند، چگونه که در این مسئله حدیثی صحیح آمده است. بارک الله فیکم. پس تمام علما به این چیز اتفاق میکنند. پس ببینید که هر کسی که برای یعنی اعتقاد بکند و قصد بکند به سوی قبر برای تبرک کردن و اعتقاد کند که نماز خواندن در این مسجدی که قبر دارد افضل است، به اتفاق علما در اینجا نماز خواندن حرام است به این نمود اعتقاد و این نماز باطل است و این انسان البته به کفر واقع شده است. اما زمانی که یک انسان به یک مسجدی که می رود که در وی قبر است، اما قصدش قبر نیست، قصدش مسجد است، به مسجد می رود نه به قبر، اصلا از قبر بیخبر است، اما این مکانی که این انسان برای نماز خواندن می رود، این مسجدی که می رود، اصلا انسان ها برای زیارت می روند. این مسجد یک مسجد گویا که مزار شده است و یک مسجد شرکی شده است. آیا در اینجا نماز خواندن جایز است؟ البته در اینجا نماز خواندن، این چنین نماز هم در اینجا هم حرام است. یعنی ببینید در یک مسجد قبر است، اگر به خاطر اعتقاد روید که در اینجا نماز خواندن افضل است و این قبر رو پرستن جایز است، البته این شرک است و صاحبش کفر می شود و حرام است، نمازش باطل است. و اما یک انسان به همون مسجدهایی که در این مسجدها قبر است، مزار شده است و غیره، نه به خاطر قبر بلکه به خاطر نماز رود، آیا نمازش جایز است یا نیست؟ از نظر این مرد اعتقادش یعنی قبر تماما گویا که وجود ندارد، میداند که قبر است اما به قبر هیچ یعنی چی نظر هم نمی کند، اعتقاد این فقط الله است. البته نماز در اینجا حرام است، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن عبادت را در مکان شرکی در همراه مشرکان حرام کردند. خیلی که در حدیث صحیح آمده است که یک صحابه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که یا رسول الله انی نظرت ان اذبح ابلا ببوانه، ای رسول الله من نظر کردم که یک شتوری را در مکانی که نامش بوانه هست در همونجا ذبح کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اول سوال کردند، گفتند هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیه یعبد، آیا در همین جایی که تو میخواهی نظر کرده ات شتورت را بکشی، آیا در همین مکان یگان بت از بت‌های مشرکان پرستیده میشد؟ این مرد گفت که لا یا رسول الله، نه در اینجا یگان بت مشرکان پرستیده نمیشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این سوال کردند هل کان فیها عید من اعیادهم، آیا در همین مکان عید از عیدهای جاهلیت وجود داشت؟
گفتند که نه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از این گفتند که اوفی بنذرک. بعد از این فهمیدند که این مکان از شرک پاک است، در اینجا پرستیده نمی شود، در اینجا عید مشرکان نیست، هیکل مشرکان پرستیده نشده بود. گفتند که برو و نظرت را وفا بکن، یعنی شترت را در اینجا بکش. و بعد از این گفتند فانه لا وفاء للنذر في معصیه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، زیرا که به نظر وفا کردن نمی شود در حالتی که معصیت الله باشد، یعنی در مکانی که معصیت الله شده است در اینجا در بین مشرکان کردن نمی شود البته. و این روایت در البته روایت صحیح است، ابو داوود و ابن ماجه و احمد در سنن و مسند ذکر شده است. و همه علما، همه ائمه حدیث به عدالت ابن ملقن یعنی این حدیث قبول میکنند. بارک الله فیکم. پس برادران و بزرگواران، ما به شما میگوییم که اگر به قصد تبرک نرفته باشد هم یک انسان به مسجدی که در وی قبر است به خاطر قبر نرفته باشد هم، در مسجدی که در وی قبر است رفتن نماز خواندن حرام است. اگر این مسجد همچون معروف به مزار باشده باشد با حرام است. اما در مسجدی که مسجد مزار نیست، در مسجدی که در درون مسجد قبر نیست، بلکه قبر در پیش مسجد علاهیده است، بین قبر و بین مسجد چی است؟ دیوار هست، یا که قبر بیرون از مسجد است، در این مسئله دو قول است. قول اول مذهب احمد ابن حنبل که نص می آورند حرام میگویند، حتی در این مسجد هم حرام میگویند. و قول امام شافعی بارک الله فیکم در این چی میگویند؟ مکروه هست میگویند. برای همین ما برادران و موحدین میرسانیم که خصوصا در همین روز در تمام مسجدهایی که قبر در درونش هست، یا که در طرف راست یا چپ یا که در پیش است نماز خواندن جایز نیست. البته در درونش باشد، در درون مسجد قبر باشد حرام است. به نیت اعتقاد رفتن هم حرام است، به اعتقاد روید هم حرام است، نماز باطل می شود. اما اگر قبر در پهلوی مسجد باشد، قبر علاهیده باشد، در گردش دیوال به دیوال جدا شده باشد، بعضی از علما اجازه دادند، لیکن قول راجح که از امام احمد ابن حنبل و امام شافعی آمده است در اینجا نماز خواندن مکروه است و حتی امام احمد ابن حنبل مکروه تحریم میگویند. برای همین در مسجدی که در پیش منبرش قبر اولیای گذاشته شده است، یا که به اعتقاد مردم قبر خوب است، یا که در طرف راست چپش نماز نخوانید بهتر است، زیرا که این موضع تهمت است. بارک الله فیکم. چه که ما حدیث ها را به شما در این موضوع ذکر نمودیم. بارک الله فیکم. و مختصرا با همین این مسئله